این همه میدونن مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میدونه سرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم، چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودشفا شدیم. این ایرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه. برم گمشن. اون با آره من ابن چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر